شدی؟ چه قسم آزاد شدی بگو؟ بیبی مرا نترسان. اگه کدام چیزی شده مستقیم بگو، مرا هیجانی نساز. دیگه هیچ کار از دست من نمیآید. تنها چاره‌ای است که باید پیوند قلب شوا باشیم. اگه واقعا میخوایی بفهمی که پدرت ارنیکورکی کشته پیلوت، به آدرسی که روان میکنم بیا. باید به خود کار پیدا کنم، نه؟ درست است. من کتی پدرم گپ میزنم. تو جگرخون نباش. من خود جگرخون نیستم. پدرت برام کار پیدا کرد. پدرم به تو چی قسم کار پیدا کرده؟ بهترین کار دنیا را. من راننده تو میشم. تو راننده من میشی؟ دخترم، پدر تو جدی هستی؟ فکر کردم با این کار خوش میشی. البته که خوش میشم. زیاد خوش شدم. سینان، راننده گفتم تو خو مرا غلط درک نمی کنی، اما تو نیست؟ یعنی من رئیست نیستم، اما خب مرا غلط درک راننده شما در خدمتتان است. لطفاً امر کنین خانم محترم. بعد از این من دیگه هیچ کار کردن نمیتونم. با اوی چاره پیدا نتونستم. یگانه چاره چیست که باید پیوند قلب کنیم. گفتین پیوند قلب؟ در او صورت خیلی میخوایم که چکر زده به طرف ساحل برم و پس به خانه بیایم. همیاله؟ نه که اعتراض داری؟ نه خیر، اما بچم گپ دختر من نشنیدی؟ هرچه شما بگوین. بفرمایین. اویگار، سارپ. اویگار، آتورا چی شده؟ در پلانم یک گدودی کلان شد. یک گدودی کلان شد؟ تو متوجه هستی به چی حال رسیدی؟ در مقابل ای پلان بزرگ ای خرابی بسیار کم است. بله، بازی کلان شروع میشه. سارپ صبح از کاکایم هر چیزی که مانده میگیرم. باز یک پلان دیگه جور کده و دل کلشان از زندگی بد میکنم. تو فقط متوجه می باش سارپ، با تشویش دیگهش نباش. بله، تغییرات همیشه پر درد می باشه، اما اگه یک دفعه تغییر کنه باز ارزش کل اینا را داره. بسیار بزودی کلگی می فهمن که اویگار ساریکایا کی است و چی کده میتونه علی هروغلو. حالا بریم. چرا پیش از این آمدی پدر؟ ما بسیار زود دعا کردیم. اینه خو آمدم بچیم. بعد از دیگه ضرور نیست جگر خون باشی. من همیشه کتت می باشم. به خاطر که قهرمانی کنی باز مرا خیلا کدن نمیری پدر؟ من خود تو را هیچ وقت ایلا نکدیم بچیم. به خاطر
خاطر که کل دوستان پدر داشتن اما من نداشتم زیاد گریان کردم. به خاطر که مادرم جگرخون نشه برش هیچ چیزی نگفتم. همیشه دعا میکردم، میگفتم کاش که پدرم پس خانه بیایم، اما مادرم گفتم نمیایم، مردم. گوش کن، کل دعایت قبول شد بچیم. آمدم اینه با هم یک جای هستیم و دیگه هیچ کس ما را جدا ساخته نمیتونه. ما فکر کرده بودم که آدمای بد شاید به خاطر که به پدرت درد بتن به تو ضرر میرسانن. از این خاطر نگفتم. رسانده نمیتونن. پدر ما تمامشان علت میکنه. کاش که پدرم همیشه پیش ما میبود، هیچ وقت جدا نمیشد. وقت باز از تاریکی هم نمیترسیدم، از پچکاری هم نمیترسیدم، بود از هیچ چیز نمیترسم، به خاطری که پدرم دستای ما محکم میگیره و دیگه هیچ وقت اعلام نمیکنه. آفرین بچه شیر من. آفرین آفرین. برای تک چیزم میگم علی جان، امشب با هم یک جای خو کده میتونیم؟ بله. حالا خو شدگه. پس من چطور میشم؟ میبینم ما از یادتان رفتیم علی جان. تو روزای را حساب کو که کوشش کردی از بچیم دور باشم. علی قسم نگو. پدر مادر ممکت ما خوشه با خاطر که جگرخون نشن. حالا خو شدگه. او زن به بچه خود گفته نمیتونه که علی پدرش است. حتما کدام پلان داره. باز ببین خود گفتی که توکچه راست میگفتی. خب البته که برش میگفت توکچه. لازم بود که برش بگویه. کدام وجدان جزه میته که یک طفل از پدرش جدا شوه ها؟ اما قدر سال پتش کده بود. چی شد که دفعتاً تصمیم گرفت برش بگویه؟ سیف دو اگه او زن ای کاره به خاطر جدا کردن تو علی نکده باشه، باز نامم توکچه نباشه. درست است، اما فهمیدن علی جان درباره پدرش واقعا چه قسم میتونه بین ما مانع ایجاد کنه؟ گپ ناقص. آی سیفتا جان تو ساده هستی. او خانم آمد اول بچه خدا بهانه کرده در خانهش جای گرفت، بازم بچه خدا بهانه کرده دوباره میخوای علی را به دست بیاره. تو واقعا همه را نمیبینی؟ اولا نیت او خانم هر چیز که هست باشه. مقصد علی به بچهش رسید نی؟ در قصی دیگه چیز نیستم. علی واقعا زیاد خوش است. دیدن خنده دوباره در چه روی ای قسم ارزش تمام دنیا را دارد. توکچه فهمیدم تو واقعا بسیار ساده هستی. حتی در خوام خوش معلوم میشه، اما تو نیست. مام زیاد خوش هستم علی. علی تو چرا امرای مقسم رویه میکنی؟ دیدی خب علی جانم گفتم که تو پدرش هستی. به خاطر چیزی را که باید دم اول برش میگفتی، به خاطر که در نهایت باید به دروغ پایان میدادی. منتظر بودی که تو تشکری کنه مسلم؟ نه تشکر نه، اما ما فکر کرده بودم که چی فکر کرده بودی وزلم؟ بیبی به خاطر ما دیگه احتمال وجود نداره. اگه در فکرت ای قسم یک چیز میگرده، باز بسیار کار خوب میشه که از فکرت دور کنی.
چون دیگه چیز به نام ما نیست و هیچ وقت هم نخواد بود. تمامش به خاطر او است همه تو نیست، به خاطر او دختر است. ازلم تو در موقعیت هستی که از میره پرسان کنی؟ این قسم یک حقه چطور به خود داده میتونی؟ تو مره در سختترین لحظات علاقه رفتی. آی دلیلش هم چند دفعه برات گفت. چی را گفتی ازلم؟ از یک پدر پد کردن بچهش، سالا محروم ساختنش، ای همه را کی قبول کرده میتونه؟ بسیار خوب. ای که کتی دختر قاتل بچه‌ت یک جای استی کسی قبول کرده میتونه؟ نمیتونه. در این موضوع سیفدا هیچ گناهی نداره ازلم. ای را تو هم میفهمی و پدرشان بدیل ای گناهیشه بیشتر از حقش پرداخت. چی وقت دست به کار میشیم بیادر؟ همیاله. اولو دختر دواساز از خانهش اختطاف میکنیم، بعدم با پیلوت دام میمانیم. بدیل اهانت خود باید بپردازه. ما را در روزای سخت کمک کرده، دروازه ما را برویش واز کردیم. او چی کرد؟ خیانت کم روی ما کرد. او را به جواب نمیمانیم. مردان باید جزای خود حتما ببینه. باید ببینه بیادر. هم پیلوت و هم کسایی که بیادر ما در زندان انداختن، یعنی علی هرغلو بدیل کارش میپردازه. زنده باشی دخترم. با زحمت شده جانم. ای قسم یک چیزم میشه جانم. چای تا بخو بعدن باز برو. نه که باتش گرفتن آمده بودی چطور؟ چای زیاد مزه دار است. بسیار خوب آمده میکنی دویگو. دویگو بسیار تشکر. نوش جانت. من به خاطر چای بسیار زیاد تشکر میکنم و بیشتر از این وقت شما را نمیگیرم آقا. من میرم دیگه. میرم. بشی. سیز. یا گلاس چای دگان بخو. سیز. کل چیز یک دفعی شد گپ زدن نتونستیم. کمه با هم گپ بزنیم. درباره کدام موضوع؟ یعنی کدام چیزی؟ البته بفرمایین. پدر مرحوم چی کار میکرد؟ حمل و نقل. حمل و نقل چی؟ اسلحه. گفتی اسلحه؟ گفتین اسلحه؟ اسلحه چی؟ بچیم تو خمیالا گفتی نه؟ گفتی که کار حمل و نقل اسلحه را میکرد. من گفتم. گفتی؟ گفتم اما شما اشتباه درک کردین آقا. امی اسلحه‌ای که هست نه، طفلا که کتش بازی میکنه، تفنگچای عوی نیست. از امونا می آورد، باز تجارتش میکرد. از چین. پدرم از چین مال می آورد. زنده نماندنش آقا. زنده نماندنش؟ چطور زنده نماندنش؟ کشتنش. او را کشتن کی؟ چینایا؟ گفتین چینایا؟ کدام چینایا؟ خودت گفتی دیگه بچه. من نفهمیدم محترم. یعنی شما درباره چی پرسان میکنی؟ ای که پدرت کی کشت او را پرسان کردم. نمیفهمم. بیازو اگه میفهمیدم تا حال هیچ کدامشان از زنده نمیماندم. کلشان از بین میبردم.
همه قسم است. بله همه قسم است. او روز مثل امروز به یادم است. ما و عدت در تعقیبش هستیم، اما تا بال پیداش نکردیم. یک بار پیداش بکنیم باز. پدر مرحومم زیاد آدم کلان بود. والا به هر کسی که پیش می آمد خوبی میکرد، اما آدمای بعدم به جزا نمیماند. عاجل سرشان حمله میکرد. به هر کس خوب رسیدگی میکرد. در این دنیا هر کسی که نام او را میشنید از دست ترس گر میلرزید. یعنی که قسم بود؟ نفهمیدم. یعنی که پدر مرحومت از چین تفنگچه اوی آورده نام خود در دنیای مافیا نوشته کرد. از پدر به بچه میراث ماند. جایش بهشت باشه. نه محترم، ما به اجازه تان میرم دیگه. بریم. بخیر برین اولادایم. حمل نقل، کار سلا، هزاران جسد. توی گپای تا چرا پیش پدرم گفتی پیلوت او باز تشویش میکنه؟ من در چشمای تو گم شده بودم. چشمابی من. خب چطور کنم وقتی که تو رو میبینم کل چیز از یادم میره. اونجا هر چیزی که گفتم اما تو از دانم برآمد. خوب کردی. چی کنیم بیادر؟ منتظر میباشیم. از پیلوت جدا شو و متوجه باشین. کارو نکنین که جلب توجه کنه، به خاطر که پیلوت در پشت سر خودم چشم داره. درست است بیادر. گپایی را که پیش پدرم میگی متوجه باش پیلوت. تو بخوایی من به خاطر تو کورم سراخ میکنم چشمابی. اگه از من بخوایی به صحرام میرم. اگه تو بخوایی من هیچ گپم نمیزنم. فقط کافی است که تو بگویی من گنگ میشم. گنگ شدنشم دیدم. بچه عاشق پیش دنیا. حالا سر منا وقت شده بریم دیگه. ناک در زیر خود درخت مفته. پدرش چی بوده که بچهش باشه؟ آی علی هان جان، یعنی او بچه مگم برات نگفت که کاروبار سلام علا را ایلا کده؟ دیگه ای که به ما چی که پدر او بچه چی کار میکرد؟ بیاز او آدم مرده پشت کارش رفته ها؟ میرال این کار قسم بگو ایلا کدم ایلا میشه. از پدر به بچه میراث میمانه. در این دنیا 1001 رقم بلا در پشتشان میباشه. اونا را تعقیب میکنه. علی هان تو به دواخانه برونی؟ حال دواخانم به ما منها. حالا دیگه بخیز که بریم. این جلسه یک دفعه دیگه از کجا شد؟ دلیل خراب کردن این نظم چندین سال ما چی است؟ آقایان، بازم از دیدن کلتان واقعا بسیار زیاد خوش شدم. آخرین دفعه در جنازه کاکایم یک جای با هم بودیم. میبخشین که وقت زیاد براتون داده نتونستم. در این وقتا مجبور بودم متوجه موضوعات خصوصی خانوادگی خود باشم. و همین قسم از شما میخوایم که بفهمین بعد از یک کله کارای سر زمین یا زیر زمین که مربوط کاکای میشد حال مربوط من میشه. فهمیدین که چه گفتم؟ اگه کاکاش میخواست در وقتش او را سر ما مقرر میکرد، اما نخواست. خب ایگار
چرا باید گپ قبول کنیم؟ ما میخوایم بشنوم که آقا اویگار چی میخواه بگویه. آقایان، ما کلانکار شما نیستم، فهمیدین؟ کت شما میخوایم یک کار شراکت کنم. بیاین، هم بسیار زیاد هم مساویانه با هم به دست میاریم. و دیگه ای که در پلوی ازی که پول زیاد به دست بیاریم در مدت اقدر سالا از دست او علی هروغلو که شما را با سنگ میزد برش یک رای حل پیدا کنیم. علی هروغلو فعلا سر کار رسمی نیست. ای که با کل ما مشکل خلق کنه ای را فکر نمی کنم. بله کلتان، با فعلا خونه. اگه باز به تشکیلات پس بیایه به نظر ما وقت به قدرت است باید او را از بین ورداریم. بله، خب چی نظر دارین؟ پشتم ایستا چه دوا؟ با ما هستن که زیادتر از این را به دست بیاریم؟ آقا کرد کار کردن با آقا کرد هنوز هم ادامه میتین به خاطر که کاکایتان بدون خبر دادن به او حرکت نمیکرد. بله، بدون خبر دادن به او حرکت نمیکرد. مام بدون خبر دادن به او هیچ حرکت به جای نمیکنم. اما کی میفهمه؟ شاید که یک روز او بدون خبر دادن به ما حرکت کردن نتانه. شنیدیم که کاکایت آقا کرد از بین برد. وجدان ما برای مثلا اجازه نمیده که تو یک جای کار کنو. ای آردسکس علی جان ایره در اینجا جای به جای میکنیم و پشتشم اینی قسم بله. درباره نیکو چیز دیگه پیدا کردن نتونستیم علی. درست است، تو با جستجویت ادامه بده. اما هر کسی که هر چیز را پت میکنه به خاطر افشا نشدن بسیار خوب کار میکنه علی. فهمیدم، زنده باشی. جور شد؟ بیبی اینه بسته شد. من شما را خانه میبرم. ما باید تا یک جایی برم، درست است؟ تو چرا که ما خانه نمیایی بریم بگو پدر؟ میرم، اما یک چند کار مهم دارم که باید حلش کنم. بله، کارای مهم داره بچه. میرم و زود پس میاییم. شبان با هم یک جای میباشیم، درست است؟ حالا بخیز دیگه. آرام خلاص است. حال نوبتی است که علی را از بین ورداریم. پیلوت به ما باور نکرد. ببینم که وقت از دان خود علیان بشنوه باور میکنه یا نمیکنه. میبینم. ای تو چی میگی اویگار؟ از سر علی چطور اقرار میکنی؟ اوش دیگه آسان است. میگی آسان است؟
اویگاره که اصل هیچ جنایت که کوکساله از بین برده بود با وجودی که یک جای به تو تسلیم کردم حالا ده بیرون چکر میزنه چرا؟ علی از اتاق بررسی و اسلحه را اویگار تبدیل کرده زیاد تلاش کردم اما ثابت نتانستم. آقا کرد کت موضوع ارنیکو هر چیز دگام که بود کلش پاک شد قسمه که گویا او آدم هیچ زندگی نکرده باشه. انتظار خود نداری که فکر کنم او کاری که شد از تو بوده نمیتونم تو نیست؟ بله کل چیز ما پاک کردم درباره ارنیکو هر چیزی که بود کلش ما پاک کردم. علی به خاطر چی آقا کرد؟ کوشش دارین چی را از ما پت کنین؟ چی را؟ چرا؟ چیزی را که پت میکنم او کشتن ارنیکو و نفرایش است که تو کردی. دیگه چی را پت کردم میتونم؟ علی تو چرا سر ما شک میکنی؟ گوش کن هر کار که تو میخوایی بکن اما شک کردن تو را تحمل نمیتونم. تو تا هنوز نفهمیدی که با ما چقدر بارزش هستی. علی در قلبم هیچ فرق از بچه‌ام نداری با وجود که کل اینا را میفهمی. چطور میتونی از من این سوال پرسان کنی؟ پرسان میکنم به خاطر که خوب میفهمم یک چیز را از ما پت میکنی. احساس میکنم اشتباه میکنی علی. او هم بسیار اشتباهی کلان. امیدوار هستم انشالله که اشتباه کنم آقا کرد. اگه نه کسی را که میگی مثل بچه‌ت فکر میکنی ده یک دفعی به دشمن بزرگ تبدیل میشم. تو بسیار خوب میفهمی که من امرای دشمنایم چه قسم رفتار میکنم. یگان جایای دیگر را میبینیم. دیگه ای که به خاطر دیدن سالون هنوز زیاد وقت است. اول باید روزش مشخص کنیم. کارهای بسیار زیاده داریم. اول باید اونا را خلاص کنیم. سالون عروسی را آخر باید ببینیم پیلوت. به نظر من قسم هرچی تو بخوایی چشم آبیمه. هرچی تو بگویی همو میشه. اگه تو بخوایی اگه وجودم نداشته باشه من پیداش میکنم. خدا داد؟ تو چی را نوشته میکنی؟ چیزایی را که پیلوت بیادر به تو میگه من در اینجا نوشته میکنم. چرا؟ به خاطر که عشق ما به ازگی فهمونده بتانم. عشقت نسبت به ازگی از قلب خودت با جملات خودت باید بیان کنی. خانما جملات کتاب یا از کسی دیگه گرفته شوره خوش ندارن. والا دویگو خواهرت راست میگه. خدا داد خودت باش. قسمی که دلت میخواه باش. از هیچ کسی هم تقلید نکن. تقلید نکن. نوشته میکنه. نوشته میکنه. سایست ایزگی بداو بچم بداو تو ایزگی صبر کن من جمع میکنم. تو چرا برام خبر ندادی؟ من اومده کدت کمک میکردم. نه جانم زنده باشی. تشکر خودم میبرم. تو چقدر چیزای زیاد گرفتی جانم. وسایل روز تولدت است یا که وسایل کسی دیگه از روز تولد کی است؟ راستش دست امشب تولدم است. دوستای من خواستیم با خاطر آمادگی میگیرم. کاش که خبر میداشتم. کاش که از اول میفهمیدم. من به تو تحفه میگرفتم. من امیال به تو چی بگیرم؟ باید یگان تحفه مقبول بگیرم نه؟ به خاطر که زیاد مقبول استی. نه خدا داد لازم نیست. بیازو یک چند نفر از دوستای مکتبی میایه. اونا را تو نمیشناسی باز خسته میشی از خاطر. ما چرا خسته شم ایزگی؟ در جایی که تو باشی من در اونجا خسته نمیشم. من میایم تشویش نکو خسته نمیشم. نه والا خسته میشی. نفرایی است که نمیشناسی تا نوزش ندیدیشان. ما تو را میشناسم ایزگی. امی برم کافی است. ما میایم تشویش نکو. ما برای تو حالا باید یگان تحفه مقبول بگیرم نه؟ دیگه باید کالای نو بپوشم شیک باشم. اینا را باید به تو بتم نه؟ ما پس میایم. باید به ایزگی یگان تحفه مقبول بگیرم به اندازه که هیچ مقبول نباشه. گفتن نتانستم که نه.
اینه بفرمایین. نوش جانتان. میبخشین. تو در اینجا به خاطر پالیدن چی آمدی؟ به خاطر خانمه. با من خوش کنی به من بار دیگه خانمم نگویی. به خاطر چی؟ مگم خانمم نیستی؟ دلم خواست که از دست خانمم یک گلاس قهوه بخورم. هرچند یعنی با هم یک جا بودیم زیاد فرصت نشد که با هم یک جای قهوه میخوردیم. حتی توی رم هیچ نمیفهمی که من چه قسم قهوه را خوش دارم. لطفاً کمی بوردار باشه. نه صبر. کاملا ساده باشه. از دست تو که بخورم با شیرین میشه. زار زوقومه بخو احمق. مادر من فوتبال بازی کنم. آی بچه قندم از صبح تا حالا هر طرف میدوی خسته نشدی؟ لطفاً مادر لطفاً. خوب است درست است برو بازی کن اما متوجه باشی جای دور نری خب؟ قهبت و همو تو ثابت. خوردن قهوه از دست تو بسیار مزه‌دار است. هرچند در بین قدر دارایی کار کردن دنجه مرا بسیار آزار میده، اما به هر صورت از داراییت پیش من یاد نکن. تمام دارایی دنیا را پیشونی مندازی بازم من خانمت نمیشم. بجایی که هر روز چهره کثیفت ببینم ترجیح میتم که از گشنگی بمرم. تو خود سابق قسم نبودی، این دفعه بد شدی. اما به تو یک چیز میگم، این حالتت بسیار خوشایند است، کاملا قسمه که من میخوایم. تو کدام مشکل داری؟ ها درست درباره می قارت گپ میزدم. هر روز که میگذره زیادتر و زیادتر عاشقت میشم. میبخشی، این زنگ بسیار مهم است، باید جوابش بدم. بله کلی چیز آماده است؟ درست است میایم. میبخشی خانم جانم، من باید که برم. این گپای شیرین خود باز در یگان جای دیگه ادامه میتیم، درست است؟ به خاطر که دل تو را به دست بیارم باید زیاد تحمل کنم عشقم. خسته نباشی. تو از منطقه ما هستی؟ بله خانه پدرم در اینجاست. ما تا هیچ وقت ندیدیم. تو کی هستی؟ بچه علی اروغلو، اما قهرمانی که اینجا زندگی میکنه. پس مادر تو خاله سفداست؟ نه او خاله مادرم نیست. اما کوکالی در پارکت خاله سفدا رو سیکد. خانم استاد علی او است، باید مادر تو او باشه نی؟ الان دیگه تو بگه که بریم. علی؟ سفدا؟ چطور هستی؟ کدام گپه شده؟ تو خوب هستی؟ خوب هستم. این گپ دیگه از کجا شد؟ نمیفهمم. جیگرخون معلوم میشی. من کلا چیز از چشمایت میفهمم. نه علی خوب هستم.
به تو عمو تو معلوم میشه. خب خودت چطور هستی؟ خوب هستم. علی جان چطور است؟ علی جان چی شده بچه؟ تو خود تو بازی میکردی؟ نمیخوایم که تو بازی کنم. چرا جان مادر؟ نه که به تو کدام چیزا گفتن؟ اونا اونجا مرا گفتن که خاله سفدا مادرت است. حادثه ای که همه چیز را نابود میکرد، اما شام چی نظر داری؟ هیچ قسم امکان داره نفهمم. من خود زیاد میخوایم، اما علی جانم امیرم میخوای. علی چرا نخوای از سفدا؟ یعنی چی بفهمم این قسم؟ بعد از اقدر وقتی زیاد پدر و مادرش یک جای پیشش هستن. به نظر تو این قسم معلوم نمیشه که من در بینتان مزاحم هستم؟ چرا باید این قسم معلوم شوه؟ قسمی که هر طفل دیگه ایره قبول میکنه که پدر و مادرش از هم جدا هستن، علی جانم قبول میکنه. به یادت میکنه سفدا. تو هیچ تشویش نکن، با تو هم عادت میکنه. واقعا همیره میخوایی؟ بله همیره میخوایم. یا نمی داشته باشه، باز خود دیدیم. زیاد میخوایم. ما آمدم. پدر بچه مایایی بسیار کلان کلان برات آوردیم. خوش داری نه؟ نه، من برگر میخورم در رستورانی که سفدا خواهر کار میکنه و برگرایشان بسیار مزه دار است. توبه توبه. این گفه برات کی گفته؟ مادرت گفته؟ خب در صورت پس مایا را چی کنیم؟ در یخچال میمونیم. پدر چی میشه برگر بخوریم؟ لطفا لطفا. قید او صورت اولین هدف ما برگر خوردن است. بریم دیگه به طرف برگر فروشی. یک گپ میفهمی قسم میخورم هیچ نمیفهمم امروی تو چی رقم وقت میگذره. باور کو حالی که ازم دیگه جدا میشیم نه نفسم در قسمت بند میشه، یعنی به خاطر دیدن دوباره. یعنی انشالله که همیشه همه قسم فکر کنی هیچ وقت از من خسته نشی. کی؟ من؟ از تو چطور خسته شو؟ تا آخرین لحظه عمرم با چشمای مقبول آبی که تو داری مثل جنت خود بود. مثل جنت. وقت دستن 50 سالگیام برسی بازم همه قسم فکر خود کردی؟ 50 60 70 80 90 اگه در این سنام دیده بتانیم بازم همی گپای ما به یادت میارم. چشما بیمه. پیلوت میره. خوب که دور شد داخل خانه رفته. دختره گرفته بیارین. من اونجا منتظر میباشم. علی؟ خوش آمدید.
خوش باشی سیفدا. علی جان تعریف برگرایی اینجا را زیاد شنیده بود. ما هم حرکت کردیم اینجا آمدیم. خوب کردین که آمدین. خوش آمدی علی جان. جان مادر بیا که بشینیم. سیفدا بسیار میبخشی. او وقت علی جان او قدر شله گرفت نتونستم که به تو خبر بدم. نه خدا ببخشه. ای چه قسم گپ است؟ حالا تو هم برو بشینی. خب نظر به ای که علی جان تصمیم گرفته برگر بخوره، من سفارش شما را میگیرم. اگه میخواین میرم فهرست غذا را براتون میارم. دقیق نمیفهمم که نان اینجا خوشم میایه یا نه. اما علی تو میتونی که از طرف مام سفارش بدی. هرچی که بخود میخوایی به مام بخوای. بالاخره از ذوق ما با یکی دیگه ما معلوم است. خب علی جان برگر میخوایی، ما هم کتش برگر میخوریم. هم بتونیست؟ البته. همیاله میارم براتون. ببین ای زیاد مقبول است. بعد تو هم زیاد میزیبه. بله مقبول است. خوشم آمد. به خاطر انتخاب کردن کالای عروسی هنوز زود نیست. با کانال ما ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید.